جناب سفیر، ما البته بسیار خوش هستیم که شما با وجود سرکاری رضایت دادید که مصاحبه ما صورت بگیرد. مرحب بكم في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية طاجيكستان. به نام خداوند بخشنده و مهربان شما را به سفارتخانه شاهیگری عربستان سعودی در تاجیکستان خیر مقدم میگویم و آماده هستیم به هر سوالی که دارید پاسخ بگوییم. جناب سفیر، البته خب امروز یکی از موضوعهای روز و داغ در تمام رسانه‌های دنیا این به اصطلاح بحرانی است که در خلیج با وجود آمد، کشورهای حوزه خلیج و با نام بحران قطری مثلا معمول شد. نظر شما در مجموع با وجود آمدن همین بحران و پیامدهاش چی است؟ مسببات هذه الأزمة هي السياسات التي انتهجتها الحكومة القطرية. سبب ها و انگیزه های این بحران مثل همه میدانند سیاست های نادرست است که رهبریت دولت قطر امروز پیش گرفته است و دوری جستن و رعایت نکردن این کشور از مسئولیت و عهده‌داری هایی است که در دایره شورای همکاری های کشورهای خلیج دارد. وقتی این گونه مسئولیت ها و عهده‌داری هایش را اجرا نکرد، متاسفانه چنین بحران سر زد. بنابراین عربستان سعودی به خاطر که قطر به چنین اختلافات رخ داد، روابط دیپلماتی، اقتصادی و دیگر روابطش را قطع نمود و در برابر این شاهیگری عربستان سعودی باز تاکید هم میکند که مردم قطر با ما برادر هستند، همخون میباشند و ما هیچ گاهی آنها را مورد اذیت و مجازات قرار نخواهیم داد. فکر میکنم حل و فصل این بحران خیلی آسان هم هست. باید دولت قطر با تعهدات خود وفادار و پایبند باقی بماند و از سیاست‌های دشمنانه خود در برابر عربستان سعودی و دیگر دولت‌های همسایه دست بکشد. یعنی که از نظر جناب سفیر همین مناسبت‌های دشمنانه یا پایبندی به عهده‌داری‌هایی که دولت قطر دارد چی است؟ سيصدر بيان قريب إن شاء الله يحدد ما هي المطالب. در فرصت‌های نزدیک یک بیانیه‌ای که دولت قطر باید چه کند تا این بحران به خاتمه برسد صادر خواهد شد و در آن گفته می شود که چه فعالیت‌های دشمنانه‌ای دارد، اما آنکه چرا به تعهداتش پایبند نماند پاسخ را باید خود دولت قطر بگوید. جناب سفیر میتونم بسیار کوتاه جواب بگن که همین بحرانی که به وجود آمد به سفر آخری رئیس جمهور آمریکا جناب دونالد ترامپ و همایش کشورهای عربی اسلامی یگان رابطه دارد؟ یعنی أعتقد أن البيان الذي صدر من المملكة العربية السعودية من وزارة الخارجية بيان واضح. باید بگویم که در این رابطه اعلامیه جانب سعودی انتشار شده بود که آنجا به طور بسیار واضح و صریح گفته شده است که این بحران هیچ علاقه و رابطه‌ای به بازدید رسمی ترامپ ندارد. این موضوع است که پیشتر هم چنین بحران رخ میداد و کشور ما به این مسئله بارها دخل کرده بود. تشکر جناب سفیر. البته ما امیدوار هستیم که این بحران در منطقه‌ای که با او پیوندی تمدنی و فرهنگی داریم که با یک پیامد بسیار مثبت حل میشه. ونحن أيضا نتمنى من الحكومة القطرية أن تعود إلى رشدها. ما هم از جانب خود اظهار امید میکنیم که رهبریت دولت قطر نیز به خود میآید و این موضوع را تحلیل نموده به خلاصه درست میرسد که این بحران هر چه زودتر خاتمه داده شود. اگر روی مسائل مناسبات سعودی و تاجیکستان تمرکز کنیم، ما در این اواخر شاهد هستیم که کشور سعودی، شاهیگری عربستان سعودی با تاجیکستان بسیار مرحله خوبی همکاری آغاز کرده است. حالا با توجه به این مرحله جدید، شاهیگری عربستان سعودی در تاجیکستان در کدام بخش‌ها و جمله در چه بخش‌های از اقتصاد ما سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان. باید بگویم که مناسبات میان شاهیگری عربستان سعودی و تاجیکستان علاقه‌های تاریخی، باستانی و خیلی قوی هم میباشند. هرچند سفارتخانه سعودی در دوشنبه سال 2010 باز شده است، ولی بنیاد سعودی رشد از سال 2003 این جانب در سرمایه‌گذاری، لایحه‌ها و طرح‌های تاجیکستان فعالانه شرکت می‌ورزد. تقریباً حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که این بنیاد برای رشد ساحه‌های گوناگون تاجیکستان با عنوان قرض امتیازناک اختصاص داده است، حدود 148 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. همچنین علاوه بر این مرکز ملک سلمان در امور کارهای بشردوستانه در تاجیکستان فعالیت می‌کند که یک سلسله لایحه‌های خیریوی و انسان دوستانه را راه اندازی کرده است. تقریباً یک ماه پیش از این امضای یک سازشنامه صورت گرفت که یاری بشردوستانه این مرکز برای استحکام ساحل‌های دریایی در جنوب تاجیکستان روانه شده است و آن 2 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. ما حالا در سفارت برای تشویق راه اندازی سفرهای کاری سرمایه‌گذاران خود تلاش می‌کنیم تا بیایند و حضوری به امکانات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان آشنایی پیدا بکنند.
امید داریم که در فرصت‌های نزدیک بین تاجیکستان و سعودی همکاری‌های زیادی سرمایه‌گذاری ان شاء الله صورت خواهد گرفت. اما جناب سفیر، خب بیشتر کارشناسان روابط تاجیکستان و سعودی میگویند که این دو کشور خصوصا سعودی از ظرفیت‌های بسیاری که در این زمینه وجود دارد مثلا استفاده بسیار خوب نکرده است و مثلا تاکنون ما شاهدی مثلا طرح‌های اقتصادی بزرگ از جانب سعودی در تاجیکستان نشدیم یا مثلا در زمینه گردشگری سیاحی و این چیزا. كما ذكرت لكم سابقا ان صندوق التنميه السعودي يعمل منذ سنوات في جمهوريه طاجيكستان. مثل که گفتم بنیاد سعودی رشد سالهاست که در تاجیکستان فعالیت دارد و چندین لایحه‌ها را سرمایه‌گذاری نموده است. همچنین باید بگویم که بنیاد امکانات بسیار خوبی سرمایه‌گذاری دارد و خیلی از کشورهای جهان همکاری می‌کنند. یک رویخطی دارد که در آن با کشورها از لایحه‌های سرمایه‌گذاری اولویت داده می‌شود. در همین رویخط اولویت تاجیکستان هم وارد است. در مورد سرمایه‌گذاری من آرزومند آنم که در تاجیکستان شرایط، محیط و فضای خیلی خوبی سرمایه‌گذاری به وجود بیاید که سرمایه‌گذاران برای این کار بیشتر تشویق شوند. روابط و دیدارهای متقابلا و هم سرمایه‌گذاران تاجیکستان و هم سعودی به این فضا بیشتر تاثیر خواهد گذاشت. در مورد گردشگری باید بگویم که واقعا هم خداوند به شما نعمت‌های خیلی گرانمایه را ارزانی داشته است. چون این یک طبیعت خیلی زیبا و دلکش و افسانه‌ای تاجیکستان و مردم بسیار مهمان نواز و با عزت تاجیک می توانند یکی از وسیله‌های اساسی جلب گردشگران به کشورتان باشد. ما می‌دانیم که حکومت تاجیکستان یک قطار چاره‌ها را برای استحکام زیرساخت‌های گردشگری اندیشیده ایستاده است که اینها برای جلب سیاحان ما هم مؤثر واقع می‌شوند. جناب سفیر، یک از مشکلات یا که از موضوع‌هایی که بسیار بحث میشه بالاش در مسائل مناسبات تاجیکستان و سعودی در موضوع مهاجرت مهنتی است. هرچند که سالها در این موضوع بحث میشد اما خب نتیجه‌های چشمگیری را مشاهده نمی‌کنیم. فکر می‌کنید در این زمینه چه مشکلات وجود دارد؟ باذن الله لا يوجد مشاكل ولن يكون هناك ان شاء الله مشاكل. من فکر می‌کنم که مشکلی وجود ندارد و آینده هم مشکلات ایجاد نخواهد شد. حالا شهروندان بسیاری از تاجیکستان برای کار به سعودی می‌روند و ما تلاش می‌کنیم که تعداد این گونه مهاجران بیشتر شود. شاید یک از علت‌هایی که این روند بسیار متشکل جریان نگرفته است عامل زبانی باشد. اما طور من دقیق می‌کنم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خیلی هوسمندند که مهاجرت مهنتی کشور شما به خارج از شمول اختصاصمندها باشد. می‌خواهند که به کشورهای خارج به این وسیله تجربه کاری خود اختصاصمندهای خود از جمله طبیبان و مهندسان و دیگرها را پیشنهاد نمایند. در این زمینه من امیدوارم که در آینده نیز شمار زیادی مهاجران اختصاصمند تاجیک در عربستان سعودی کار می‌کنند. اگر جناب سفیر اطلاع داشته باشند در این اواخر مثلا یک از زنهای تاجیکی در سعودی مهاجرت بود از طریق شرکت‌هایی که مهاجرت می‌برند سرکان رفته بود و او مثلا از وجود یک سلسله مشکلات یا شرایط‌های ناخوب برای کار مهاجران گفته بود. رغم انني لا احب ان اتحدث عن حالات. البته من نمی‌خواهم که در مورد این یا آن قضیه مشخص صحبت کنم. خصوصا قضیه‌ای را که شما یادرس شدید تفصیلاتش تاکنون به طور کامل واضح نیست. اگر شما در مورد خانم شمسیه صحبت می‌کرده باشید، این خانم دو مرتبه به سعودی همچون مهاجر رفته است. اگر چنین مشکلات وجود می‌داشت باید در مورد سفر اول هم به این گونه مشکل مواجه می‌شد. اگر چنین مشکلاتی هم وجود دارد و یا اگر میان کارفرما و کارگر پدید بیاید، عربستان سعودی در همه منطقه‌هاش دفترهای خاص مهاجرت مهنتی دارد و شخصی گرفتار مشکل شده می‌تواند به این دفترها مراجعت نماید. همچنین همتای ما سفیر شما در سعودی در این موضوع واردند و همیشه پیگیری می‌کنند که اگر چنین مشکلاتی وجود دارد به آن رسیدگی می‌نمایند. البته ما مثلا شاهد حضور چشمگیرتر شایگری سعودی در بخشای از خب جامعه تاجیکستان هستیم، ولی با وجود اینکه مثلا ما مثل که جناب سفیر در آغاز گفتن مثلا تقریبا یک همگرایی 1300 1200 ساله تاریخی داریم، ولی مثلا همکاری ها در زمینه‌های فرهنگی از نظر ما چندان مثلا ظرفیت‌ها که طلب می‌کنن در این پایه نیستن. مثلا در دانشگاه‌های تاجیکستان خب مرکزهای سعودی وجود ندارند. خب در مسئله زبان آموزی مثلا از جانب شایگری سعودی مثلا مرکزها یا که مثلا بخش‌های باز شده باشد
یا اینکه مثلا همکاری‌های رسانه‌ای و بازدیدهای روزنامه‌نگاران در این زمینه مثلا آیا برنامه‌های هست در سفارت؟ بالنسبة للتعاون الثقافي بين البلدين در مورد همکاری‌های فرهنگی می‌خواستم به معلومات شما برسانم که ما در کتابخانه ملی تاجیکستان یک گوشه فرهنگی داریم. در این گوشه زبان عربی برای علاقمندان رایگان آموزانیده می‌شود. همچنین در این گوشه کتاب‌های زیادی عربی موجود است. فکر می‌کنم ما در امور می‌توانیم در آینده نیز کارهای دیگری را انجام بدهیم. هفته گذشته دیدارهای در اکادمی علوم تاجیکستان و دانشکده زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم ملاقات داشتیم. در این دو نهاد با بخش‌های عربی آشنا شدم. با رهبران این نهادها به خلاصه رسیدیم که در آینده بین این مؤسسات و نهادهای عربستان سعودی همکاری‌های خوبی را به راه بمانیم. جناب سفیر، همین چند سال است که تاجیکستان همیشه درخواست می‌کرد برای بیشتر کردن سهمیه زایران تاجیک. آیا جانب سعودی امکاناتی را دارد که مثلا همین درخواست تاجیکستان به اعتبار بگیرد و سهمیه را برای زایرین تاجیک بیشتر کند؟ بالنسبة لأعداد الحجاج من الدول الإسلامية در مورد حیث تاجیکستان برای حج باید بگویم که این مسائل یعنی تعداد حاجیان بر اساس قرار سازمان همکاری اسلامی از سال 1987 تنظیم کرده می شود. مطابق این قرار برای 1000 نفر یک حاجی مقرر کرده شده است و کم و زیاد بودن و یا شدن این شماره اهالی هر کشور بستگی دارد. البته این قرارداد این ترتیب ما می‌دانستیم و تاجیکستان فراتر از این ترتیب پیشنهاد داده. شما میگویید که چنین درخواستی شده است ولی من از وجود این خبر ندارم. پیشتر از آمدن جناب سفیر در دوره سفارت پیشین همین گونه پیشنهادات بود. کمیته دین همیشه میگفت که ما خب درخواست دادیم و منتظر پاسخ جانب سعودی هستیم. ما چنین درخواست را نگرفتیم. البته یکی از زمینه‌های بسیار خوب همکاری که بین تاجیکستان و سعودی میتواند باشد این در موضوع فرستادن خب دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های سعودی است. ولی مثلا 2 سال است که خبرهای همیشه داغ درباره مشکلی فرستادن دانشجویان است. چه مشکل است؟ مشکل جانب تاجیکستان از جانب سعودی است؟ اولا انا لا يعني اكره كلمه مشكله. اصلا من همین واژه مشکل را چندان خوش نمیپذیرم. حالا مثل که دانشجویان کشورهای دیگر در سعودی تحصیل دارند، دانشجویان تاجیک هم تحصیل میکنند. همچنین مورد استقبال و پسند جانب ما قرار هم گرفتند. چندی بیشتر ما از حکومت تاجیکستان برای تحصیل 50 نفر دیگر درخواست گرفتیم. اگر خاطرم فریب ندهد 40 جای برای دوره بکالور و 10 جای برای دوره ماجستری. رویخط را به کشور خودمان ارسال کردیم و حالا مقامات گوناگون کشور ما این مسئله را دارند می‌آموزند و ترتیب پذیرفتن ارسال این دانشجویان طبق مکانیزمی که در سعودی عمل می‌کند صورت می‌گیرد. من انتظار دارم و امیدوارم که بشود در آینده تعداد دانشجویان هر دو کشور در هر کشور زیاد شود. حالا در تاجیکستان همگی 3 دانشجوی سعودی تحصیل می‌کنند که ما تلاش می‌کنیم بیشتر شوند. زیرا با شناخت من در تاجیکستان دانشگاه‌های با نفوذ و معتبر خیلی کم نیستند. تاکید ما سر این بود که همین 2 سال اخیر یک سلسله دانشجویان همیشه خبرهاشون نشر میشد که مثلا مشکلی رفتن دارند به سعودی، یعنی که در سطح‌های رسمی مثلا حل شده است، فقط رفتن و همین چیزا. كما قلت لك لا يوجد مشاكل. من فکر میکنم که مشکلی وجود ندارد. شاید این قضیه از آنجا برخواسته باشد که وقتی درخواست‌ها توسط کانال‌های دیپلماتیک داده میشوند میروند به مقامات دخلدار و هر یک دانشگاه و تا اینکه این مسائل بررسی میشوند یک زمان مشخصی سپری میشود. من با باور گفته میتوانم که فرصت‌های نزدیک پاسخ این درخواست‌ها میرسند و البته جواب‌های مثبت هم خواهند گرفت. جناب سفیر، آیا در مجموع از سطح روابط امروز تاجیکستان با شاهنشاهی سعودی قناعتمند هستند یا مثلا باز نیاز هست که مثلا بگیریم که در سعودی مثلا همون جمعیت‌های تاجیکان تشکیل شود برای خب درست‌تر شدن مسائل؟ بالنسبه للعلاقات الثنائيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه طاجيكستان مثل گفتم مناسبات دو جانبه ما ریشه‌های خیلی تاریخی دارند. بین دو کشور مناسبت‌های خیلی خوب سیاسی و اقتصادی و امنیتی وجود دارد. من با شما راضی هستم که مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی ما حالا در سطح نیست که باید باشد، ولی به خوبتر شدن این روابط ما تلاش میکنیم. چند بگیم که 10 ساله میشد که جهان اسلام در مجموع گرفتار یک بحران است و در دنیا یک چهره بسیار خشین و حراست افکنی از دین مبین اسلام و همچنین از کشورهای اسلامی تراشیده میشن. فکر میکنید که جهان اسلام چه برنامه‌ای دارد که همین چهره را به طور مثبت تغییر دهد؟
أتفق معك، هناك تشويه متعمد لسمعة الإسلام. با شما هم فکرم که امروز چهره اسلام و مسلمانان به گونه نادرست با سبب کردارهای بعضی گروه‌هایی که دعوای اسلام میکنند معرفی می شود. طبعا بعضی گروه‌ها و جماعت‌هایی هستند که برای بد کردن چهره اسلام فعالیت میکنند. بدبختانه این گروه‌ها افکاری دارند که به نظر خود آنها برای دوستی اسلام و مسلمینند. در اصل این افکار از اسلام خیلی دور است. فکر میکنم که برای خنثی کردن این افکار و این چهره تراشی‌ها باید کشورهای اسلامی و مسلمانی در دو بخش فعالتر باید باشند. یکی مبارزه و مخالفت با چنین گروه‌های و قوه‌ها و دیگری به خاطر مبارزه با تندگرایان. و باید بگویم که چند پیشتر شاه سعودی خادم حرمین شریفین در دیدار با دونالد ترامپ و در حضور سران کشورهای اشتراکدار همایش اخیر که امام علی رحمان نیز شرکت داشت، مرکز اعتدال را برای ترغیب اسلام در ریاض باز کردند. و سمت دیگر عکس العمل نشان دادن به این گونه افکار و عقاید است. تأکیداً باید بگویم که ابراز سیمای حقیقی اسلام وظیفه هر فرد مسلمان است. کشور ما در این بخش هم فعالانه شرکت میکند و طور میدانی پیشتر به تشبث سعودی مرکز بین المللی مبارزه با تروریسم نیز باز شده بود و آن مربوط به سازمان ملل متحد می باشد. در مورد مقابله با این پدیده ها همچنین مرکز شاهزاده محمد ابن نایف باز شده است که در امور نصیحت و سرپرستی کار می کند. به نظر من دولت تاجیکستان هم در این دو بخش فعالیت چشمگیر دارد. آیا جناب سفیر مثلا اطلاع دارن یا که مثلا نمی آمار شهروندای کشور سعودی که در گروه‌های تروریستی می‌جنگند به چقدر میرسه؟ بالتأكيد يوجد سعوديين ينضمون إلى تلك الجماعات المتطرفة. البته شهروندان کشور ما مثل شهروندان کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان در صف این گروه‌ها هستند. مسلم است، اما شمار دقیق آنها را ما نداریم. به عنوان آخرین سوال، مثلا ما می‌دانیم که سعودی یک از کشورهای پیشتاز اسلامی است و چنانکه که جناب سفیرم گفتند مثلا مرکزها و خب کارها و استراتژی‌های را برای مقابله با تروریسم خب کار کرده است، ولی مثلا در این اواخر وابسته به بحران سوریه یا دولت به نام اسلامی خب بعضی خب چه میگن اتهام زنی های آشکارا و نهانی بود که گویا که یک از مبلغ گذارای خب بگیریم دولت اسلامی کشور سعودی است و در مجموع شایگری سعودی برای حل بحران سوریه برنامه خاصی دارد یا ندارد؟ ليس كل ما ينشر صحيح. نه همه چیزی که انتشار می شود درست است. متاسفانه تهمت ها در حق کشور ما خیلی زیادند، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد. در مورد بحران سوریه در اساس مقررات جامعه بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد که به حفظ صلح و امنیت جهان دخل دارد عمل می نماید.